کردن موی مصری بدون قیچی تو 5 دقیقه. در آموزش امروز موی کله مانکن که خیلی پرو و گره میخوره رو میخوام براتون مصری کوتاه کنم. فرق وسط باز میکنم و همه مو رو به سمت پشت شونه میکنم و سر مشتری رو 30 درجه به سمت پایین هدایت میکنم و شونه رو در مو فرو میبرم و به پشت میچسبونم و ماشین اصلاح به صورت خط صاف کوتاه میکنم. مدل موی مصری برای افرادی که حجم موهاشون کمه و میخوان جوانتر دیده بشن بسیار گزینه مناسبیه. شونه رو در مو فرو میکنم، به صورت صاف میارم پایین نگه میدارم و با ماشین اصلاح کات میکنم و جلوی سر رو هم به همین شکل. نگاه کنید از اون قسمت به صورت اوریب نگه میدارم و این قسمت اضافات جلوی مو رو میزنم و این قسمت رو هم به همین شکل. قسمت هایی که کوتاه از شونه بیرون میره و مابقی رو با ماشین اصلاح کوتاه میکنم. اگر میخوای این آموزش رو به صورت دقیق و کامل ببینی، ویدئویی که دیروز براتون گذاشتم رو حتما ببینید که پر از نکته است.